سلام سلام همگی، سلام زندگی، سلام. خب، بحث امروز ما در رابطه با نیپر یا گوشتگیره، یا بهتره بگم که امروز میخوایم ما در رابطه با وسایل مختلفی که توی ناخنکاری به کار میره صحبت بکنیم. نیپر یا گوشتگیر، نیپر ناخن یا گوشتگیر ناخن یه وسیله مثل قیچی ولی با نوک کوتاه که با اون بعد از مانیکور یعنی دور تراشی گوشتای اضافه رو میگیریم. این هم شکل یه نیپر یا گوشتگیره، نیپر. خب همونطور که میدونیم لازمه یک کاشت عالی و بدون عیب و نقص این هستش که قبلش یه مانیکور درست حسابی انجام بدیم. به خاطر همین نیپر ناخن یکی از وسایل بسیار مهم توی کاشت ناخن محسوب میشه. نیپر ناخن ابزار کوچیکیه که واسه کوتاه کردن یا بریدن کوتیکل‌های ناخن دست یا پا ازش استفاده میشه. نیپرهای ناخن معمولاً فلزی و با دوام هستن و از فولاد ضد زنگ ساخته میشن. اونا با یه دسته دو شاخه طراحی شدن که توی کف دست قرار میگیره و توی قسمت تیغه نیپر یه صفحه فلزی با لبه های تیز قرار داره که برای گرفتن و بریدن پوستای اطراف ناخن طراحی شده. خب بچه ها، این هم شکل یه پوشر هستش. پوشر هم خیلی مهمه توی مانیکور. ببینیم پوشر چه کاربردی داره و کجاها ازش استفاده میکنیم. پوشر هم یه وسیله‌ای هستش از نوع فلز و البته چوبیش هم بعضی جاها به فروش میره و از اون برای در واقع عقب روندن گوشت اضافی و کوتیکل‌های ناخن استفاده میشه. پوشر یعنی پوش میده، عقب میزنه و به حالت قاشقی شکل هستش که برای عقب زدن و پایین دادن کوتیکل‌های ریشه ناخن استفاده میشه و همینطور برای پاکسازی زیر ناخنم ما میتونیم از این پوشرها استفاده کنیم. پوشر، عقب زن ناخن، پوشر ناخن. همونطور که میبینین از پوشر ناخن اینطوری استفاده میشه برای پوش دادن و عقب روندن گوشتای اضافی. همونطور که ملاحظه میکنین سر قاشقی شکل داره و برای عقب زدن و پایین دادن کوتیکل‌های ریشه ناخن استفاده میشه و همینطور میشه برای پاکسازی زیر ناخنم استفاده بکنیم. روندن گوشت اضافی و کوتیکل ناخن.